أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. آیت 253 سورت بقره. در آیات قبلی موضوع قتال الله بحث کرد که به خاطر حاکمیت دین الله، دفع شر ظالما و متجاوزین، حفاظت از قانون و نظامتان، ارزش‌هایتان، قتال و جهاد کنین، زیرا الله در بسیار برکات انداخته. و گفت که ضعیف و سستی در وجود شما نباید مثل که در امتهای سابقه آمده بود. از امتهای سابقه یاد کرد که بعضش سست بودن و بعضشان بودن که پایداری و مقاومت و ثبات داشتن، در مراکز جنگ با جماعتهای بزرگ قتال کردن و الله اونا را نصرت و مدد داد. حالی الله می فرماید که قتال که است، جنگ کردن که است، این سببش کفر است. کفر و ایمان، یعنی اختلاف در بین انسان ها خودشان ایجاد میکنن که بعضش ایمان میارد، الله را قبول میکنه، نظامش زندگی ایمانی می داشته باشه، زندگی اسلامی و زندگی که دو راحت و امنیت است. و بعضی کسایی هست که ایمان نمیارن، خالقشانه، یعنی بسیار ناسپاس و ظلم میکنن خالقشانه که ای بر اینا وجود داده، زمین و آسمان رو برش پیدا کرده، ای را قبول نمیکنه، بلکه طغیان و سرکشی میکنه علی نظام الله، علی بندای صالحش و دست به جنگ میزند. این اینجاست که الله میگه اینجا قتال فرض میشه، یعنی قتال و جنگ کردن و ایرا جنگ مقدس گفته میشه. یعنی الله متعال اصل در اسلام ایرا نمیگه که قتال باشه و جنگ باشه. قتال و جنگ یک ضرورت است. اصلی است که مردم نظام الله را قبول کنن به طریق دعوت، یا مثل که پیامبر 13 سال در مکه دعوت کرد، دست به جنگ و اسلحه نزد که قناعت عقلی مردم فراهم شود. ولی مردم خوب حق شناختن، مشرکین مکه نه، اما قبول نکردن. خوب شناختن و نمو ظلمشان، نمو تجاوزاتشان، نمو شرکیات و کفریات خدا ادامه دادن، حتی علیه مسلمان اقدام کردن به کشتن مسلمان ها، به بیرون کردن از خانه هایشان، در تجاوز در مالشان، در آبرو عزتشان. اینجاست که الله متعال یعنی ضرورت شد به قتال فرض کرد. اول هجرت، باز قتال. پس قتال که است در بعض حالاتی است که کافر قوت پیدا میکنه، ظلم میکنه و نظام الله را قبول نمیکنه. اینجاست. اگر نه اصل اسلام اونمو است که قناعت عقلی و حالت دعوت قبول کنن و انسان طغیان نکنه، ضد و عناد نکنه، نظام الله را بپذیره. الله خوش نداره که یک انسان کشته شود. زمانی که یاغی و باغی شد، سرکش شد، یک ویروس شد، ویروس خطرناک بیخیال انسانیت و جامعه را خراب میکنه، اونجاست که الله میگه این ویروس باید ختم شود دیگه، ای از بین بره که دیگرها به امن باشن. پس سبب قتال یعنی اختلاف اصولی بوده که ایمان و کفر بود و کافر که ظالم هم است، تجاوز از جانب کافر صورت گرفته. دومی که در آیت قبلی الله گفت تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین، توی از جمله یکی از انبیا هستی. ای تو فکر می شود که پیامبرم از جمله یکی از انبیا در بین انبیا برتری نیست، کل انبیا یک قسم است. الله میگه نه، بعضشان با بالای بعض دیگهش برتری داره، درجات داره. خصوصا باز داری کسایی که برتری دارن بعضی انبیای اولوالعزم است که اونا زیاد با زحمت ها را کشیدن، زیاد تکالیف دیدن، خصوصا خاتم النبیین. اما اختلاف و قتال به سبب تفضل و برتری انبیا نیست، بلکه به خاطر اختلاف اصولی است که ایمان و کفر است.
تلك الرسل فضلنا اینمی جماعت انبیا الرسل فرستادهای الله بودن فضلنا الله میگه ما برتری دادیم بعضهم بعض از اینا را علی بعض به بعض دیگه در مرتبه ها و درجه ها منهم بعض از اینا من کسایی بودن کلم الله که گپ زده بود الله به امر از اینا و رفع بعضهم درجات و بلند کردگی بود الله بعض از اینا را به مرتبه و بالای بعضی دیگهش و اتینا دادیم ما عیسی ابن مریم عیسی فرزند مریم را البینات معجزات دلائل و ایدنا و قوی کرده بودیم ما عیسی علیه السلام به روح القدس به روح پاک ولو شاء الله و اگر الله اراده میکرد مقتتل الذین من بعدهم نمی جنگیدن جنگ نمیکردن او کسایی که من بعدهم بعد از انبیا آمدن من بعد ما جاءتهم البینات بعد از اینکه آمد اینا را دلایل واضح یعنی دلایل معجزات آمد اگر الله میخواست یا جنگ نمیکرد انبیا آمد دلایل آمد اگر الله اراده میکرد جنگ نمیکردن اختلافی که به جنگ منجر شد به کشتن این نمیشد لیکن خود زیاد جنایت کردن ولکن اختلافو لیکن اختلاف کردن اختلاف در فروعات بود که چه قسم نماز بخوانیم دهی بود میگه نه فمنهم من آمن و منهم من کفر بعضشان ایمان آورد الله را قبول کرد خالقش توحید وحدانیتش ایمانیات ارکان ایمان قبول کردن و تابعداری کردن از الله و منهم من کفر و بعضشان کفر انکار کرد نه الله را قبول کردن نه نظامش نه دستورش نه کتابش نه نبی و پیامبرش نه قیامت و نه اطاعت ما مطابق خواهشات خود زندگی میکنیم قبول نداریم طغیان کردن ولو شاء الله اینی سبب چی شد سبب قتال شد ولو شاء الله اگر الله اراده میکرد مقتتلو جنگ نمیکردن این بازم اگر الله میخواست یعنی الله تو قوی ذات است که اراده کنه کسی نجنگه کسی جنگ کرده نمیتونه زیرا الله ایق قوت توانایی داره و مشیت تکوینیش است اما الله فشار نمیاره زور نمیاره سر کسی با انسان اختیار داده است ولکن الله یفعل ما یرید لیکن الله انجام میده آن چیزی را که اراده کند لیکن الله چیزی را که اراده کنه او کار میکنه پس اراده الله ما می بود که خودی از یا کافر میشن دیگه می جنگن اراده الله ما می بود که بان که قتال باشه و ظالم از بین بره یا اگه این نمی بود تو نبا ظالم حاکم میشد تلک ای از جمله اسماء اشاره است و به مؤنث اشاره میشه که به جماعت اشاره میشه تلک او نمو انبیا باز انبیای گذشته قبلا تیر شده در این صورت بعضی میگه که الله در قرآن که میقول آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی اون جماعت انبیا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام اولادی از اونا الرسول و انبیا بود اون جماعت چی بودن رسولان فرستاده های الله بودن که فضلنا ما برتری داده بودیم بعضش به بعض دیگهش بعضی میگنی تلک راجع به سوی مرسلین است و اینک لمن المرسلین تو از جمله مرسلین هستی تلک اینمی جماعت مرسلین انبیایی بودن که یک قسم نبودن در مرتبه در درجه پیش الله یعنی در نبوت یکیستن نبوت رسالت کلشان یکی بود اما الله بعضی را در حالت و صفت و نعمت ها برتری داده بود بعضش بسیار صفات خوب داده بود بعضش نعمت های زیاد داده بود بعضش معجزات زیاد داده بود یعنی بعضی کارهای خارق العاده که دیگهشان او را نداشت فضلنا ما برتری داده بودیم بعضش را به بالای بعض دیگر بعضی میگه اینمو جماعتی که انبیا سابقه تیر شده بعضش برتری دادیم به بالای بعض دیگر بعضی میگنی بعضهم امی انبیاء اولوالعزم است اولوالعزم در سورة شورا و سورة زخرف این اوحینا الیک کما اوحینا علی نوح و النبیین من بعده الله وحی خود را با وحی نوح علیه السلام یه وحی که به نبی کرده با محمد صلی الله علیه و آخری پیامبر خاتم الانبیا این را تشبیه میته با وحی که به نوح و ابراهیم موسی عیسی این 4 نبی دیگه شد این انبیاء اولوالعزم یعنی که بسیار الله به دین الله یا بسیار زحمت کشیدن و الله اینا رو برتری داده بود برتری دادیم بعدش به بالای دیگهش کمی 5 نبی است
به بالای دیگرایشان، مثل ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، موسی عیسی علیه السلام، محمد صلی الله علیه و 5 نبی را اولو العزم میگه، سر دیگه انبیا. و بعضی ها میگن که نه، مراد با بعضی هم خاتم النبیین است، یعنی خود محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه و سلم. فضلنا برتری دادیم بعد شک خاتم النبیین محمد با بعضی دیگر، یعنی با کلش. و در این باره بسیار آیات هم است که الله یا ایو الرسول یا ایو النبی میگه. پیامبر بسیار خاتم النبیین بسیار ارزش میته، الله مقام برش دادگی است. در حدیث هم میاد که پیامبر صلی الله علیه و میفرماید که انا سید ولد ابن آدم، من سردار اولادای فرزند آدم هستم، سردار است، ولا فخر افتخار نمیکنم. یعنی الله برتری را به ما داد. در روز قیامت دیگه حدیث است کل انبیا در زیر بیرق جمع میشه که خاتم النبیین است. و همین قسم امامت که در شب معراج کل انبیا را امامت کرده است. دیگه بسیار احادیث است. پس در یک حدیث دیگه میگه که لا تفضلونی بین الانبیا، لا تفضلوا بین در بین انبیا یک شب دیگهش بالا نش، مرا برتری نتین. او در اصل نبوت، در اصل نبوت کلش یکیست که نبوت برش داده شد، اما در درجات بازوانه فرق میکنه که پیامبر میگه من بهترینشان هستم و الله در روز قیامت به ما بیرقی را میتکلشان میاد و دیگه شفاعت وزمانی که حساب شود غیر از پیامبر دیگه کس کرده نمیتونه. اما برتری خاتم النبیین به بالای کلش دیگه هم دلایل زیاد است غیر از احادیث. الله در قرآن میگه ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رحمت برای کل جهان فرستادیم. و به کل جهان نبودن، رسالتش برای کل دنیا است، رحمت برای کل دنیا و دیگر رسالتش برای کل دنیا. یا ایها الناس، این مردم، اینی رسول الله الیکم جمیعا، و با کل تام فرستاده شده. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، تو را نفرستادیم مگر برای کل انسانیت. این تمام نگ امریکایی است، اروپایی است، استرالیایی است، همی قاره استرالیا، امریکا، اروپا، آسیایی است یا دیگه قاره است، همی 5 قاره، هر جای که انسان است نبیش همی یک دانه است که محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی رسالت ازی برای کل دنیا بود و دیگه رحمت برای کل دنیا بود و اونو دلایل زیادی دیگه هم است. پس برتری دادیم بعض شک خاتم النبیین است و بعض دیگه شی از کلش کرده. باز هم تو در درجات بعضشان نسبت به دیگه شان فرق میکنن. یعنی انسان به اساس زحمات خود، به اساس تکالیفی که برداشت میکنه الله بعضی را برتری میده. منهم من عمل در علما هم میتوز، بعضش بسیار خوب است اگر که در عمل در علم یکیست، اما در عمل نظر به عمل، نظر به زحمت، نظر به تکالیف الله اونا رو درجه میده. منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات، بعض از اینا کسایی بودن این حال تفصیل میگه و برتری چی بود که کلم الله، الله با امرشان گپ زده. یعنی گپ زدن بدون واسطه ملائکه جبرئیل هیچ کس نبود. این گپ زدن بسیار یک صفت کلان است که به واسطه الله گپ بزنه و گپی که دو رحمت باشه، دو محبت باشه، سخن محبت. با ابلیس هم الله گپ زده اما او سخن چی بود؟ تذلیل و ذلت از او، قهر و غضب. او با دو برتری نیست. او کلم الله کی است؟ موسی علیه السلام. خوی خوازی است که در قرآن سورت نساء الله میگه و کلم الله موسی تکلیما، و موسی علیه السلام گپ زده. و می قسم با آدم علیه السلام و علما یا آدم و یا آدم نه او هم است. و با خاتم النبیین هم در حدیث میاد شب معراج الله با امرش گپ زده. عیسی نبی با تکلم بدون ملک است. بعضی از کسایی گپ زدن که تکلم الله گپ میزنه، متکلم است، از اول هر وقت میتونه گپ بزنه و یکی از صفتهای الله است. مثل که میگم تکلم گپ زدن، مثل که سمیع است، میشنوه گپا را، میبینه، بصیر است، همین قسم علیم است، علم داره، همین قسم کلیم یعنی گپ میزنه. و متکلم صفتش است که ایتو نه که مثل ما وریم لیسه که مثلشم، چه قسم گپ میزنه مثل ما نیست. ما خب با زبان است، نه زبان ما را کسی ببره هیچ گپ زدن نمیتونه، یا از مادر همون تو چی گنگه پیدا میشم. الله این چونین نیست، با مصفت خاصش که او کیفیتش خودش میفهمه، با ما توضیح نداده و ما ایمان داریم که الله گپ میزنه با مو کیفیتی که خودش میخواد.
من هم بعد از این آمن کسایی است کلام الله گپ زده بود به امرایشان و رفع بعضهم درجات و بلند کرده بود بعض از اینا را به مرتبه ها. اینا مرتبه موسی علیه السلام مثلا سر دیگر را بلند داد، خاتم النبیین سر کلش بلند داد. و اتینا عیسی ابن مریم البینات. موسی علیه السلام عیسی را یاد میکنه، یکی خویا پیامبران اولوالعزم بود، دیگه امتایشان هم موجود بود. امتایشان موسی علیه السلام هم یهودیا بودن در اطراف مدینه، از عیسی علیه السلام هم در اطراف مکه و مدینه وفد نجران یا میگن وجود داشتند و هر کدامی امتا با نبیشان کافر شده بودند. الله میگه که او را از اونا با می خاطر وقت به وقت یاد میکنه. و اتینا داده بودیم ما، الله میگه عیسی فرزند مریم، دیگه نسبتش به مادر شده، چرا؟ به خاطر پدر نداشت، اگر این نسبت اولاد به پدر میشه. فرزند مریم را البینات، بینات معجزه ها، دلایل بسیار واضح و روشن به نبوت و رسالت و حقانیتش داده بودیم. اینی یک برتری که معجزات خاصی داشت که مرده ها را با حکم الله زنده میکرد. نه میگفت قم بزن الله و همین قسم کور مادرزاد مرض پیس که کل دنیا عاجز بودن، کارایی را میکرد که طبیبای وقت عاجز بودن، امیالی هم کسی و کار نمیتونه. و ایدنا به روح القدس و قوی کرده بودیم ما عیسی را به روح پاک. روح پاک قبلا ما در سورت بقره آیتای قبلی تیر شد که اونجا یک چیز که جبرائیل علیه السلام با جبرائیل را قوی کردیم، دیگه انبیا را وحی را می آورد، اما با عیسی جبرائیل دائم می بود، و جبرائیل قوی ترین ملک از مخلوقات الله، قوی ترین به اندازه ملک نیست، زیرا یا نور آفریده شده. غیر از این که سرعتشان چقدر تیز است که حال ساینسدانان ما و شما فهمیدیم میگه سرعت نور در یک ثانیه 3 لک کیلومتر است. یک ثانیه اینجا تا امریکا 13,000 یا 14,000 کیلومتر است یا 12,000. نه او در یک ثانیه یک میگه، یک دو اینی را ثانیه میگه، در یک ثانیه 3 لک کیلومتر. که حال ساینسدانان میگن کل کره زمین 7 بار طی میکنه در یک ثانیه. نور میره 7 مرتبه او یک ثانیه را میگیره. جبرائیل نور از او هم که سرعتش تیز بود، بازی 600 بال الله برش داد، کلانیش بیخی آسمان میپوشانه، کنارهای آسمان. به می خاطر الله که او را میگفت یک آواز میکرد در بعض جایی که عذاب میامد، جبرائیل فقط یک چیق میزد قلبهایشان میترقید. این تو آواز ما شما ندیدیم که قد شدید باشه گوش خوب بکفه پردش قلبم بترقانه جا و جای بموری، این تو آواز ما شما نشنیدیم. دیگه یا قوم لوطنه که گفت که وردار شهر از یاره، بسته این شهر کابه ورداشتش با یک بالش بلندش بس یک ولایت، هیچ نمی فکر میکنن که تیاره که بره دعوا کلان باشه نمیفهم. و بعد از او پس چیش کرد فجعلنا علیها پس ایلاش کرد به طرف زمین. یعنی کره زمین پیش جبرائیل ایچ است اینقدر. و الله ای تو یک ملک قوی را به امر عیسی علیه السلام من حیث محافظ و تایید کنندش که خوشحال باشه تعیین کرده بود که به امر ازی بگرد، زیرا مخالفینش زیاد بود. و قوی کرده بودیم ما، یعنی هر وقت میخواستن عیسی علیه السلام بکشن، هر ثانیه پاچا مخالف بود، مردم هم سخت دشمن بودن اما نتانستن کشتن نتان، زیرا الله حفاظت کرد. اگر الله حفاظت کنه کل دنیای جاشا کشته نمیتون. مثل که گفتیم اما وقتت که پوره شونه مرگ میاد دیگه، او با وقت میباشه. مثل که رسول الله هم خاتم النبیین کل دنیا مخالفش نبود، روم و فارس و امپراتوریا عرب کلش الله حفاظتش کرد. یا اصحاب کهف جوانا بودن، نیک امپراتوری روم مکمل میخواست یاره بکشه، رفتن در یک میدانی در غار داخل شدن، الله تو حفاظت کرد، کسی در غار داخل شدن نمیتونست. میدیدن این میجه است، پیشش رفتن نمیتونستن، گرفتارش کردن نمیتونست، تو الله حفاظت میکنه. الله میگه کسی که میخواست لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولا ملئت منهم، اگر میخواستی داخل غار شوی ای تو میگریخت، ای تو رعب و وحشت در قلبش میفتاد که اگر فیلم مارشال هم می بود استادش کردن هم میتونست. الله که حفاظت میکنه دیگه. الله حفاظت ما شما از الله بخوایم و برای حفاظت الله بعضی وسایل میگه استعمال کنین دیگه. زیاد اعتماد به الله به خالقت بکنین، باز الله وقت
تا وقتی که پوره نباشه حفاظت میکنه. وقتی که پوره شد باز ملائکه محافظ میگه شما برین وظیفه تان خلاص. حال ملک الموت میاد، بعد ملائکه موت میاد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. و یدنا و قوی کرده بودیم ما عیسی را به روح پاک جبرئیل است. بعضی نظریات دیگه هم هست که روح پاک مثلا بعضی انجیل گفته و بعضی دیگه چیزا را ما قوت نداره. ولو شاء الله و مقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات. خوی فضیلت بعض انبیا را بیان کرد. حالا الله میگه این مردم که جنگ میکنه اگر الله بخواد جنگ از بین میره به زور. بخواد کس جنگ نکنه نمیتونه کرده. اما او ایره اراده تکوینی میگه، اراده مشیت تکوینی که حکم میکنه. الله که حکم کنه بیازو کسی جنگ کرده نمیتونه. اما الله به زور نمیخواه. الله میگه به رضایت خودتان بیاین جنگ اعلام بتین، جنگ نکنین با دیگر. و در صورت میشه که وحدت عقیده ایجاد کنین. وحدت عقیده است که عقیده تان توحید شه، فقط خالق تان قبول کنین، هر نظام از او اطاعت کنین، یک عقیده یک قانون قبول کنین. طبعا شما باید برادر میشین، اینقدر بینتان محبت پیدا میشه که حتی اجازه نمیتین و اراده نمیکنی که یک خار در پای یک دیگه انسان بخله، یک خار. ولی خودتان اختلاف میکنین، طغیان میکنین، سرکشی میکنین، این جنگ خودتان ایجاد میکنین. این الله میتونه به زور مانع شما نمیکنه. یکی کاری که به زور اختیار برتان داد. ولو شاء الله اگر الله اراده میکرد، چرا اراده میکرد که الله یقتتلوا، که اینا نجنگن و اختلاف نکنن. الله یختلفو مفعولش محذوف است. مقتتل الذین من بعدهم جنگ نمیکرد و کسایی که بعد از این انبیا آمد، ضمیر هم راجع به سوی انبیا. بعد از انبیا کسایی که آمدن جنگ نمیکردن. من بعد ما جاءتهم البینات، و بعد از اینکه برشان دلایل آمد، یعنی معجزات واضح شد که این راه حقه، خوب راه واضح شد، بازم قبول نکردن. یعنی خوب قناعت عقلیشان فراهم شد، فهمیدن که میا حق است، این حق است، این قانون، این عقیده حق است، جنگ کردن. و بازم میگه الله میگه اگر ما نمیخواستیم نمیشد. انسان کنی که مشیت الله اینجا رد است به بالای جبریه قدریه. اونا میگن که الله یک چیز اراده کنه مخلوق دیگر اراده کنه، انسان اراده انسان میشه، اراده الله نمیشه. یک عقیده از خلاف قرآن است. خب یک عقیده ظالمانه است. نه، اگر الله اراده میکرد و اراده تکوینی است کسی نمیتونست جنگ کنه. ولکن اختلافو اشاره به چیزی است که انسان هم اراده داره. پس خودشان اراده جنگ کردن، الله بر انسان اختیار داده. ولکن اختلافو، لیکن اختلاف کردن. اختلاف در چی بود؟ در سنت ها مستحبات بود؟ فروعات بود؟ نه، میگه در اصول بود. در اصول اختلاف کفر است. و منهم من آمن و منهم من کفر. بعد تفصیل اختلاف، بعض از اینا ایمان آوردن، الله را قبول کردن، وحدانیتش، الوهیتش، قوت و قدرتش، صفاتش، پیامبرا را قبول کردن، کتابای اسمان، دستورش، قیامت، ملائکه را، قضا و قدر، می 6 رکن ایمان قبول کردن. طبعا ایمان که ورت عمل هم کردن. و منهم من کفر، و بعض دیگهش کفر کرد، انکار، نه الله را قبول کرد خالق خدا، توحید الوهیت، و نه قیامت قبول کرد، نه انبیا را، نه دستور و نظام کتاب ها را. این اختلاف در اصول پیدا شد که پیدا شد. طبعا اینال کافر خودش همیشه باز کافر حمله میکنه. از نگاه بحث و گفتمان، از نگاه بحث مناظره زبانی و قناعت عقلی، همیشه مؤمن قوی است. کسی که ایمان دارد منطقش، عقلانیتش بالاست. این واضح بوده. کافر اینمی عقلانیت بالا را منطق بلند قبول نمیکنه. ایوازی که از بحث و گفتمان بیا مناظره کنه، دست به اسلحه هم میزنه، دست به جنگ و قوت میزنه که ذات وانه دیگه. طبعا این طرف هم باز الله بر ما میگه که اگر به رضایت قبول نکرد، دست به قوت اسلحه زد، طبعا شما دفاع کنین و باز خطر عزیز که شما با بالای شما تهدید باشین، حمله بکنین سرش و با قوت و نیرو قوت ختم کنین. دست به زور زد، شما هم دست به زور بزنین، با زور الله قوی است، الله هم به همراهت است، کافر شکست میده. کافر چی زور داره؟ انسان چی است که زورش باشه؟ وقتی که قوت الله، زور الله به همراه تو باشه، معیت الله و نصرت و مدد، و این الله والله مع الصابرین و این الله لمع المحسنین، الله به همراه نیکوکاران است، این الله مع المتقین، الله به همراه متقین است، والله به همراه صابرین است. نه
بعدشان کافر شد. این اختلاف در اصول، اینجا جنگ، اختلاف در عقیده با نتایج خشونت و جنگ داره و قتال شد. بازم الله میگه ولو شاء الله مقتتلوا، تاکید میکنه اینجا اگر الله اراده میکرد جنگ نمیکردن، اگر الله اراده میکرد که جنگ نکنن نمیتونستن، یعنی همون تو تابع میکرد کافر به زور مؤمنش میکرد، اما الله این کارا نمیکنه. یعنی سعی کنیم باز مشیت الله، اراده الله که قوی است. ولکن الله یفعل ما یرید، لیکن الله انجام میده آن چیزی را که اراده کنه. ارادهش همی بود که به زور فشار نبیاره، جنگ میباشه، اون جنگ شد. از این فهمیده میشه که الله صاحب اراده هم است، کیف ما یلیق. یک اراده ماست، ما و شما میلیق اراده ها داریم، نه اراده میکنیم می کار شود، نمیشه، ضعیف است. الله هر چیزی که اراده کنه امو کار میشه. فعال لما یرید، فعال انجام دهنده است بسیار آنچه که اراده کنه. الله اگه اراده کند نه آسمان ها محو شو محو میشه، زمین ها اراده کنه ما بمرم میمرم، نه به مو آن واحد. نمیگه الله انما امرنا اذا اردنا لشیء ان نقول لو کن فیکون. امر ما وقتی که اراده وجود یه چیز کنیم موجود شو، کن چی معنی موجود شو، فیکون بلا فاصله موجود میشه. اگر بگویه که معدوم شو معدوم میشه. امیال الله اراده کنه که من سنگ شم عاجل همو چیز. مثلا بنی اسرائیل که چیز کرد، الله قوی ذات، یک اراده و فرمان امو گپ میشه. آتش ابراهیم علیه السلام در آتش انداختن، الله چی گفت؟ قلنا یا نار کونی بردن، یا آتش سرد شو و سلام علی ابراهیم. عاجل خاصیت آتش تغییر خود. بنی اسرائیل را گفت روز شنبه شکار ماهی نکنین، کردن. الله اراده کرد که شادیشان حکم صادر کرد، فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، شوین شادی های ذلیل. عاجل چهرهشان تغییر خورد. ما و شما چقدر اراده و آرمان داریم، نه آرزوها نمیرسیم، انسان عاجز است. به می خاطر است که الله ذات پرقوت است، ذات است قدیر است، قدرتمند بر هر چیز. بنان انسان به می تو ذات توکل کنه، به می تو ذات اعتماد کنه، از می تو ذات که پرقدرت است مدد بخواه. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. به می خاطر میم لا حول ولا قوة الا بالله، نه هیچ متحول کنده از حالت بد به خوب قوتی نیست مگر به الله. لیکن الله انجام میده آن چیزی را که اراده کند. پس اختلاف در این آیتایی هم فهمیده میشه که در فروع در فروع اختلاف سبب جنگ نشه، خصوصا تا وقتی که یک برادر مسلمان از درجه ایمان بیرون نشده، جنگ و اختلافی که محبت از بین بره نکنی. غیره در مسائل فروعیات که با اصول عقیده نرسه، از ایمان بیرون نشه، در اونجا جنجال نکنین، محبت یک دیگر خراب نکنین. انسان ها کلش خصوصا مسلمان ها و می خاطر صحابه در فروعیات اختلاف داشتن، یک دیگر دوست داشتن، تابعین، ائمه، مجتهدین بسیار محبت داشتن. حال مصیبتی است که مسلمان ها در گپای بسیار عادی که یک دیگر دشمنی میکنن، بغض میکنن، عداوت میکنن. این کاری تو شوه نشد خلاص گپ نمیزنم، با توطیه میکنه و با بغض میکنه و فضای وحدت جامعه را از بین میبره. نباید این گپ شوه، این گپ نباید جنجال شوه. حتی فتوای کفر میته در گپ عادی کشتن میته. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. یا ایها الذین کسانان آمنوا که ایمان آوردن، ایمان آوردین، ایمان الله را قبول کردین. ایمان چه معنی؟ باور یقین کامل کردین که الله خالقتان است، رازقتان است، معبودتان. پیامبر قبول کردین، قرآن قبول کردین، قیامت است، حساب است. انفقوا، انفاق کنین، مصرف کنین. چی را؟ مما، بعضی از امون مالی را رزقناکم که ما برتان دادیم. رزقنا اعطینا، ما برتان دادیم. رزق الله میگه از تو نیست، از ما برات دادیم، مال دادیم، پیسه دادیم، نان دادیم، سرمایه دادیم. مصرف کنین در راه دین الله. بازی تو نشود که یعنی عبادت الله را توسط مالی مالت مصرف، این بزرگترین عبادت نشود که بعد مرگت بیاید بازو هر قدر که بگوی کاش که کار کنم میتوی تو
یا نشه مرگ تا قیامت آمد باز اونجا آرمان کنی. ثواب و کسایی که در راه دین الله پول خود مصرف کرد ببینی بگو کاش که من کارو میکردم. نه افسوس میکنه هر کس. متصدقین کسایی صدقه کرده و در راه دین الله زکات داده و مصرف کرده واره که میبینه وای وای میگه کاش که در هر ماه 1000 یا 2000 یا 5000 ماهانه در راه دین الله سیوم مثل مال خود یا چهارم مثل مال خود تخصیص میدادم. من قبل پیش از آیاتی که بیاد یوم روز لا بیان فی که نیست خرید و فروش تجارت دوروز تجارت نیست ولا خلت و نه دوستی است که به تو کمکت کنه ولا شفاعت و نه سفارش است. سفارش شفاعت هم نیست کسی تو را نجات بده. والکافرون هم الظالمون کافرها خاص اینا ظالما هستند. سعی کنین اینجا سه آخری زی صورت شروع میشه. سه چهارم صورت بقره. بازی هم 4 بخش داره. بخش اولش تا آیت 260 است که موضوع انفاق است، مال مصرف کردن. این با سابق چه ارتباط داره؟ سابق قتال جنگ بود. الله میگه این قتال کردن، جنگ کردن با کافر ظالم متجاوز این خودش یک قوت اقتصادی میخواه، قوت مالی میخواه که مال باشه. مال تا مصرف نکنی وسایل جنگ باید آماده کنی، آماده نمیتونی، وسایل جنگ آماده نمیشه، جنگ کردن نمیشه. به خاطر قتال به خاطر عزیز کافر ظالم ظلم از بین بره، نظام الله کم شه، عدالت بیا، مال مصرف. به می خاطر مال الله بسیاری جا مقدم میکنه و جاهدوا باموالکم و انفسکم، جهاد کنین با مال، زیرا مال نباشه اصلا نیست، اونجا اصلا نباشه که جنگ میکنی، مرکب نباشه، وسایل جنگی نباشه که کی میتونی، نه مرمی خریده میتونی نه دیگه. مالتانه میگه، مالتانه مصرف کنین و اینال سعی کنین به خاطر دین الله که مال مصرف میکنی. این غیر از زکات بسیار درجه داره. ای مومنین اینال به خاطر حاکمیت دین الله میگه مال مصرف کنین. مال به خاطر چی مصرف کنین؟ الله لا اله الا هو، به خاطر حاکمیت دین الله. باز اهل توحید بیان میکنه، مثالای از اونا را میگه، مثالای اهل شرک بیان میکنه تا آیت 260. ای مومنین کسایی که ایمان آوردین انفقوا انفاق کنین مما از بعض از مالای من تبعیضی است، کل مال تانی باشه ما رزقناکم که ما براتون دادیم. یعنی در مصرف مال در راه دین الله خصوصا جهاد و ترقی دین ای حد نداره، محدود نیست، چقدر که میتونی. زکات آن حدش 2.5% است، نه به فقیر و مسکین است. اما انفاق غیر است، زکات او باز حد و حدود نداره و تشویق میکنه که مصرف کنیم. بعد میگه این مال از تو نیست، ما برات دادیم، مگه نکنی مال الله از پیشت میگیره. من قبل آیاتی پیش ازی که بیاید روزی که آیاتی یوم لا بیان فی، روز قیامت است یا مرگ، مثل که در سورت منافقون الله میگه و انفقوا مما رزقناکم من قبل آیاتی احدکم الموت، پیش از اینکه یکتان مرگ بیاد فیقول، بعد میگه ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب، چرا تا یک وقت نزدیک به من مهلت ندادی؟ چرا مهلت ندادی؟ وقت به من چرا ندادی؟ عمر چرا ندادی یا الله؟ فصدق، که صدقه میکردم من در راه دین تو مصرف میکردم و اکم من الصالحین، از جمله صالحین میشدم. واقعا صدقه کردن بسیار درجه داره. پیامبر صلی الله میگه که مؤمن صحیح کسی است که مال خود چند حصه کنه، یک حصهش برای عیالش، یک حصهش برای فامیلش، یک حصهش برای مرکب سواریش، یک حصه هم در راه دین الله، یک حصه هم برای مسکین، یک حصه در راه ترقی دین الله. مسکین حقش جدا کرده، ترقی دین الله را که دعوت باشه و قتال جهاد باشه جدا کرده. خب و قسم میگه ملائک دعا میکنه که الله مات منفقا خلفا، یا الله کسی که در راه دین تو مصرف میکنه و عوضش بده، وات ممسکا تلفا، کسی که ممسک است نمیکنه مصرف، بخیل او را تلف کن مالش. یک دعای ملائکه طبعا قبول میشه. واقعا کسی که در راه دین الله مصرف نمیکنه تو مالشون تلف میشه، کسی که میکنه مالش زیاد میشه، الله دو برکت میبرد، کم نمیشه. لا بیون فی، پیش از روزی که بیا نیست، بی فروختن میگه، وقتی فروختن مشتری نیست، یعنی کسی نیست که اونجا خرید و فروش باشه و تو به دست بیاری و بعد در راه دین الله مصرف. در روز قیامت دیگه خرید و فروش پول پیسه نیست، تجارت نیست، اونجا که انفاق کن. ولا خلتون، و نه دوستی است. خلت دوست خاصه میگه. خب یکی مودت دوست است، دوستی است، محبت است. یک خلت خاص دوست. خاص دوستی را میگه که در سختیت به درد بخوره.
در روز بدت. حالا چی است؟ نه یک مطل است میگه روز بد بیادر نداره. واقعا روز بد ما دیدیم، نه روزای بد سر ما آمده، بیادرای امو دوستای ما گم شده. اما ایشه که بسیار خود نزدیک میگفت ما فکر میکردیم و گم شد. و کسای دیگه که وقتا نمیفهمیدیم با دستخطی های ما به درد خود فهمیدیم که او خله نیا بوده. دوستای خاص که در روز سخت، روزی که حالت سخت است با بالایت بندی میشی او بیاید از فامیلت پرسان کنه کجاست. اقلا بعضی قبل بزدل بود که از فامیلت هم حال دیگه کارخانه میکنی نه پرسان بندی نمیایده بندی خانه و کارا را خواهمی کمک های مالی خوب بکو به می برادرت که مشکل برش آمد نه چقدر بر تو در راه هدایت تو کار کرد نه دنیای تا جور کرد آخرت تا سبب شد. بیا به فامیلش اقلا خب مانا یک 5000 کمک میکردی یک 2000 خب میکردی. بعد میگم بزدل به غیرت که هیچ پرسان نکرده دور نخورده در میساها. خب دوست خاص برا میگه که در حالت بندیگری حالت مرض میای کمکت میکنه، در حالت زخمیگری در حالت مرگت از فامیلت از دیگه و برای دعا میکنه. سخت حالات به همراهیت است. تنها الهیت نمیته ایره خلا میگه و میخاطر الله ابراهیم میگه که واتخذ الله ابراهیم خلیلا دوست خاص گرفته. اینال این دوستی خاص در بین کافر ظالم نیست خب اما برای مؤمنین متقی واقعی است. الله در قرآن میگه سورت زخرف یا شوراست که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دوستا در روز قیامت بعض با دیگه چی میشه؟ دشمن میشه به خاطر قدرت، به خاطر وزارت، پیسه پول دوستی کده دشمن میشه. الا المتقین مگر کسایی که به اساس چی کده؟ تقوا به خاطر الله دوستی کده بازیه این میمانه. بسیار بزدل هم داریم. یکی دوستای خاص است. دوستای خاص در حالت خاص انسان میاد، در حالت سخت انسان میاد. ولا خلتون و نه دوستی می باشد اونجا که تو را نجات بده یک دوست خاص هم نیست. ولا شفاعتون سفارش هم نیست. الله اجازه نتنی شفاعت کننده هستن اما الله نمیتونن تو را شفاعت کنن زیرا بر ظالم و کافر شفاعت نیست. والکافرون هم الظالمون کافرها که از خاص اینا ظالم است. بعضی شفاعت رد میکنه مثل معتزله و ظالمان میگه الله گفته شفاعت نیست. نه در دیگه آیات شفاعت ثابت است بر انبیا علیه السلام، بر علمای حق، بر شهدا نظر به شرایطش. حال در آیت بعدی هم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه به اجازه الله شفاعت میشه. سفارش اما بر مؤمن ایمان شرطه، عقیده توحید شرط، ارکان ایمان در وجود انسان باشه. اما بعضی گناه اگر انسان مستحق آتش شود باز شفاعت است. والکافرون کافرها خاص اینا ظالم هستند. سعی کنید الله میگه کافر که ظلم منحصر در کفر است. اینجا ظلم امو درجه کاملش شرک و کافر ظالم است. هیچ که دیگه کار نکنه خدمات بشر دوستانم کنه عقیدهش ان شرک لا ظلم ناظم. بزرگترین ظلم شرک کفر یه خودش ظلمه. مالک ابن دینار میگه خوب شد که الله نگفت که والظالمون هم الکافرون. ظالمان کافره. اگه میگه کل مسلمان ظلم میکنه نه یک گناه میکنه اما کافر ظالم گفت. من کافر ظالم است، ظلم منحصر در کافر است، هر کافر ظالم است. بنان آل کافر نمانید که به درجه قوت برسه، اگر رسید ظلم میکنه، میکشه، میزنه، خرابی میکنه و باید چی باشن؟ تابع حکومت دولت اسلام باشن. حکومت اسلامی و اخ قوی باشه، کافر چی باشه؟ تابع باشه، با مطابقت زندگی کنه. خودشان باید حکومت قوی و چی نداشته باشن، مستقل که باز اگر داشت پیدا کرد باز به ضرر میشه. باز دیگه میال سعی که هم جنسگرایی، زنا، فحشا، آدم کشی، اختطاف، دزدی، سرقت، اختلاط نه همش جرم جنایت است روان است. تنها دیگه نیدم کشورهای خودشان تماما رئیس جمهورهای دنیا دزد هستن، دزدا هستن، ظلم میکنن از امی کافرها. والکافرون هم الظالمون کافرها که ظالما هستن. یعنی پیش از این که مرگتان بیاد مالتان در راه دین الله انفاق کنید.